دوم آوتفیتم. میریم امروز سوار این اتوبوسایی میشیم که شهرها نشون میدن که ببینیم که هر قسمت چی داره و اینا. امیدوارم خوش بگذره. چیزی که به نظرم خیلی جالب تره نسبت به آلمان اینه که یه عالمه آدمای جوون میشه دید. دیگه همه میدونیم آلمان پر از آدماییه که نسبتاً پیرن، جمعیتشون خیلی پیره، اما خب اونجا یه عالمه آدمای جوون هست دیگه، یه عالمه استایلای باحال میبینی و خیلی خوشحالم که امروز هوا یکم آفتابی تره و میتونم بیشتر لذت ببرم. بچه از اتوبوس دیگه پیاده شدیم، خیلی داشت خسته کن میشد، گفتیم که بریم یکم قدم بزنیم. اینجا یه دونه بازار هفتگیه فکر کنم، بعد بریم که داخلش ببینیم چه خبره. خیلی شنیدم که بازار هفتگیاشون باحاله، خیلی چیزای جالب اینا دارن، مخصوصا دارن مثلا چیزای دست دارن مثلا اینا خیلی معروفه. دیگه ببینیم که چه چیزایی پیدا میشه. ایستگاه بعدی که اومدیم اینجا واسه خودمون دستمال اینا درست کنیم. چیز مخصوصی نیست که جاهای دیگه پیدا نشه، اما خب چیزی که تصمیم گرفتیم انجام بدیم. از این مهره اینا انتخاب میکنی، بعد میری دست خودشون که دستمند رو هرچی میخوای واسه درست کنن، یا تا ساعت 5 درستش میکنن یا فرداش مثلا میایم تحویل میگیریم. خیلی شلوغه. من فکر کنم مثلا یه مغازه بزرگه که هر کس میاد یه گوشه میشینه واسه خودش یه چیزی انتخاب میکنه و فلان اینا، اما خیلی فوق العاده شلوغه. دم در یه عالمه آدم منتظرن. اینا رو گرفتم، قیمتش هم روش نوشتیم که حساب کنیم. امیدوارم که این چیز خوشگل ازش در بیاد. تمام شد. فوق العاده خستم، سلام درد میکنه ولی خب خوش گذشت. بریم بیرون. فوق العاده اینجا پره، یعنی پره، اصلا آدم نمیتونه نفس بکشه خدایی، اما خب خیلی چیزای باحالی داشت. خوشم اومد. بچه ها تحویل گرفتمش، نمی کن چه خوشگله، خوشگل به چرخه. آره اومدیم یکم پیاده روی دیگه، انقدر خستم اصلا دیگه نمیتونم، یعنی آخرش دیگه تمام شده امروز. بعد دیگه اومدیم یکم گشتیم، یه چند تا جا رو دیدیم، بریم سمت هستل که یکم استراحت کنیم. هرچند میدونم الان ما نمیخوابیم، یعنی اصلا امکان خوابم نمیاد، اما خب از اینکه از صبح تا الان پا شدم هی دارم راه میرم باعث شده که خستم بشه. به خاطر همین ترجیح میدم که اول آرایشمو پاک کنم، یعنی الان معلومه که ماسید صورتم چربه، اما خب چشام میسوزه وقت استراحت. ولی یه هفته هم واسه اینکه کل آمستردام بگردی اصلا کافی نیست. حالا ما یه هفته نیستیم اینجا،
5 روز هم مثلا حسابش نمیشه کرد چون یه روز اومدن یه روز رفتنه، ولی خب این 3 روزی که هستیم اصلا کافی نیست. یعنی اینجوری هم که خب کجا بری، چی رو بگردی، تموم بشه یا نشه اصلا امکان نداره. خیلی جاهای کوچیک موچیکی هست که آدم باید بره بگرده داخلش و اینکه وقتی بار اولت یه جایی میای یادم طول میکشه تا آدرس رو پیدا کنی، خودش یادم از وقتتو میگیره، اما خب میارزه دیگه جاهای مختلف ببینی. برای فردا پس فردا میالم پلن‌های مختلف دیگه داریم، ببینیم که چی پیش میاد.